سرخط مهمترین خبرها: شرکت‌های مخابراتی 4 میلیارد سومانی درآمد گرفتند. رئیس جمهور قرقیزستان از کوچاندن ساکنان نزد مرز خبر داد. و مرگ 3 کارگر در نیرگاه راغون، مسئولین چه جزا گرفتند؟ درود بینندگان عزیز، برنامه نوید بامدادی است که به آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان تقدیم شما می شود. امروز 29 ینور سال 2025 است. خدمات علاقه تاجیکستان میگوید که سال 2024 برای خوبتر کردن سرعت علاقه و اینترنت در کشور 798 ایستگاه‌های نو بازوی نصب کرده شده است. خدمات نگفته است که ایستگاه‌های نو به کدام شرکت‌های مخابراتی تعلق دارند، ولی شکایت‌ها از بد بودن صفت علاقه و سست بودن سرعت اینترنت تقریباً از سوی مشتریان همه شرکت‌ها صدا می‌دهد. در گزارش خدمات علاقه آمده است برای دسترسی به اینترنت بلند سرعت و اینچنین زیاده از 300 کیلومتر خط نوری کشیدند. شکایت‌ها از پس بودن صفت علاقه و اینترنت قریب هر روز در شبکه‌های اجتماعی صدا می‌دهد و مقامات و شرکت‌ها نه همه این تنقیدها را قبول دارند. با گزارش خدمات علاقه سال 2024 شرکت‌های مخابراتی در کشور 4.3 میلیارد سومانی یا تقریباً 400 میلیون دلار درآمد گرفتند. این نظر به یک سال پیش قریب 1 میلیارد سومانی یا 11.3% بیشتر بوده است. بخش علاقه تاجیکستان بارها انتقاد رئیس جمهور و ساکنان عادی را به میان آورده است. بینندگان عزیز، شما را به بحث دعوت میکنیم و میخواهیم نظرتان را به این سوال نویسید: در یک سال اخیر صفت علاقه و اینترنت در کشور بهتر شد یا بدتر؟ مقامات قرقیزستان و تاجیکستان هنگام نشانه‌گذاری سرحد احتمال بعضی از شهروندان خود را میکشانند. در این باره پرزیدنت قرقیزستان صادر جباروف در مصاحبه با خبرگزاری دولتی کبر اطلاع داد. جباروف در شرح سازش حاصل شده با تاجیکستان گفته است: ما دهه‌های نزد مرزی داریم که مثل تخته شاهمال جایگیر شدند و خانه‌های مردم در داخل همدیگر قرار دارند. رئیس جمهور قرقیزستان افزود: اگر خانه‌های شهروندان تاجیکستان در طرف قرقیزستان مانند، پس تاجیکستان شهروندان خود را میکشاند. برعکس، اگر منزل شهروند قرقیزستان در حدود تاجیکستان باشد، پس قرقیزستان اهالی خود را به دیگر جای میبرد. با گفته رئیس جمهور قرقیزستان، اگر کوچاندن ساکنان منطقه‌های مرزی انجام نشود، محافظت سرحد مشکل خواهد شد. شرح جانبی تاجیکستان در این زمینه دسترس نیست. مقامات تاجیکستان و قرقیزستان در ماه دکمبر سال 2024 خبر دادند مرزنگاری را به پایان رساندند. قدم بعدی امضای حجت‌های بین دولتی درباره خط مرزی مشترک می باشد. صادر جباروف در مصاحبه‌اش گفته است که فعلا روند حجت نگاری ادامه دارد، اما جزئیات سازش‌های حاصل شده رسانه‌ای نمی شود. سال 2024 در کارخانه‌های تاجیکستان 3 کارگر از جمله 6 نفر شهروند چین به هلاکت رسیده، تقریباً 30 تن دیگر مجروح شدند. صنعت اساس سردار خدمات نظارت به خطر کار در صنعت روز 28 ینور گفت که سرعت کار چینی‌ها نظر به کارمندان وطنی به مراتب زیاد است و از سبب شتابکاری این حادثه زیاد رخ می‌دهند. صنعت اساس همچنین حادثه ناخوش ماه نوامبر در نیروگاه راغون و هلاک شدن 3 کارگر را شرح داد. با گفته سردار خدمات نظارت به خطر کار در صنعت، کارمندان شرکت خاکرود هنگام کار با پلتفرم یا میدان موقتی آن را باید با 6 انکر وصل می‌کردند، ولی با گفته صنعت اساس کارگران خنک نظری کرده پلتفرم را تنها با 3 انکر نصب کردند که در نهایت چپه شده 3 نفر هلاک شد. و گفته نمایندگان خدمات در پی آن حادثه نسبت 2 کس پرونده جنایی باز شده، بیش از 30 نفر دیگر به جوابگری مأموری کشیده شدند. از آنها 1,800,000 سومانی جریمه ستانده شده است. کمیسریت عالی سازمان ملل در امور گریزه ها از اخراج پناهجویان افغانستانی از تاجیکستان نگرانی کرده از دوشنبه خواسته است که این کار را بس کند. نمایندگان کمیسریت به خبرگزاری فرانس پرس گفتند تنها در ماه دکمبر سال گذشته دست کم 80 افغانستانی از تاجیکستان اخراج و به وطنشان فرستاده شدند. به اطلاع سازمان ملل اکثر اخراج شده ها سند گریزگی داشتند. نمایندگان کمیسریت عالی سازمان ملل گفتند مجبورند به کشورش بازپس فرستادن شخصی که زیر خطر شکنجه قرار دارد مخالف قانون درباره گریزه های تاجیکستان است. در یک ماه اخیر این بار دوم است که کمیسریت عالی سازمان ملل در امور گریزه ها از اخراج پناهجویان افغانستانی از تاجیکستان نگرانی میکند. این نهاد زیرتابع سازمان ملل اول ماه دکمبر سال گذشته نیز از تاجیکستان خواسته بود که به عهده‌داری‌های بین‌المللی خود برای محافظت از کسانی که از آزار و اذیت فرار کردند پایبند بماند. مقامات تاجیکستان به طلب‌های
های سازمان ملل و همین طور اخراج گریزه های افغانستانی رسما واکنش نمی‌کنند. اخراج های بدون شرح پناهجویان به افغانستان نگرانی جدی آنها را به میان آورده است و برخی مهاجران میگویند که از ترس اخراج از خانه نمیبرایند. طبق اطلاع اخیر سازمان ملل در تاجیکستان حدود 9000 پناهجوی افغانستانی به سر میبرند. با زیاد شدن ریدها و راندن مهاجران تاجیک از روسیه، شهروندان تاجیکستان در راه پیدا کردن مسیرهای دیگر برای کار هستند. برخی ها تلاش دارند با هر راه خود را به اروپا رسانند. خبرنگاران رادیوی آزادی از ساکنان شهر باختر پرسیدند که کدام کشور را برای کار انتخاب میکنند. پاسخ ساکنان را با هم ببینیم. گمان میکنم که این وضع سیاسی جهان، جنگ در اوکراین دیگر چیزها تاثیر میرسونه، ولی گمان میکنم که نسبت به مهاجرت آباد کردن این مکان خوبتر است، چون که شاعر میگوید اون خانه قشنگ است ولی خانه من نیست، اون خاک پیری باز ولی خاک وطن نیست. آینده هر یکی ما فرزندان بیره ها گمان میکنم که این تاجیکستان است. ما در اینجا خوبه که اینجا خودم گفتیست خوب کدسته طرف یه کرد معلوم رو نرفتم بیاد ندارم بسته که من بستیگر سواد ندارم نمیدونم بسته همه روسیه خوب نیست؟ روسیه خوبه جای نزدیکترین گو اوست دوتاره بوده و در کلمکگیش هم بجا در کلمک این ما شیرانه بچه ما جانی میره باید من فرزند من شرایط کار زندگی هر یک چیز دوره دارد، دوره بالا روی دارد، بالای پس روی دارد. گمان میکنم که تاجیکستان چند سال پس سطح زندگی بنیادی جای کاری نو به سطح همون روسیه و اروپا میرسه. همین وزیرای در تاجیکستان ما در خوبتره کرده وطنی خودمون. ما فکر داریم که کدام که امکانیت دارد میره زندگیش در اینجا وزوینه شکر خدا زندگی ما سوز رفته است تو کجای باشه همین زندگی خوب گذرش. بینندگان عزیز، اگر امکانیت باشه شما به کدام کشور می روید؟ لطفاً در زیر برنامه نظرتان را نویسید. در پس منظر تحریم‌های نو آمریکا و زیاد شدن تعرفه‌های بارکشانی، چین و هندوستان خرید نفت روسیه را برای ماه مارس قطع کرده‌اند. در این باره خبرگزاری رایترز با تکیه بر دایره‌های تجارتی دو کشور خبر داده است. به گفته تاجران، ارزش نفت اسپای روسیه که از بندر کازمینا در اقیانوس آرام صادر می‌شود، در مقایسه با آیس برنت 3 تا 5 دلار برای هر بشکه افزایش یافته است. به گفته منبع، این وضع با زیاد شدن تعرفه‌های بارکشانی وابسته است. روز 10 ژانویه ایالات متحده علیه روسیه تحریم‌های سنگین جاری کرد. از جمله دو شرکت بزرگ نفتی روسیه، گازپروم و سورگوت نفتگاز، شامل روی خط سیاه آمریکا شدند. محدودیت‌ها باعث بالا رفتن نرخ انتقال نفت شد، چون هندوستان و چین از قبول کشتی‌های تحریم شده خودداری کردند. هند و چین دو خریدار اساسی نفت روسیه هستند. 36% واردات هندوستان نفت روسیه است و چین هم 5 محصولات نفتی مورد نیازش را از روسیه می‌خرد. بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 29 ژانویه را فرا می‌گیرد. баъди он ки дар иттиҳоди шӯравӣ идораи радио чун дастгоҳи муҳими таблиғоту иттилоърасонӣ таъсис шуд, дар тоҷикистони шӯравӣ соли 1932 ҳам кумитаи радиошунавонӣ роҳандозӣ гардид. 20 сол баъд он то ба кумитаи радиову телевизион тавсея ёфт. дар тоҷикистон то феврали соли 2023 зиёда аз 30 радиои давлатию ғайридавлатӣ амал мекард ва шумораи радиоҳои ғайридавлатӣ бештар мебошад. аксари онҳо барномаҳои тафреҳӣ таҳия карда зери худсонсурӣ қарор доранд. 29 январи соли 2021 президенти тоҷикистон қонуни нав дар бораи уҳдадории ҳарбӣ ва хизмати ҳарбиро имзо кард, ки бархилофи интизориҳои ҳомиёни ҳуқуқ натавонист пеши роҳи ҷалби маҷбурӣ ба хидмати сарбозӣ ва хушунат дар артиширо бигирад. қонуни нав соле даъвати то 10% ҷавонони
синни хидматро пешбинӣ карда ба дигарҳо имкони пардохти маблағ ва тамрини як моҳаро бар ивази билети ҳарбӣ ваъда медиҳад. ҳомиёни ҳуқуқ мегӯянд ҳамоно бештар фарзандони хонаводаҳои камбизоат ба артиш ҷалб мешаванд. 29 январи соли 1955 Зебунисо Рустамова камонвар ва барандаи медали олимпӣ таваллуд шудааст. ӯ қаҳрамони чаҳоркаратаи ҷаҳон ва барандаи медали биринҷии олимпиадаи соли 1976 дар шаҳри Монреали, Канада аст. дастовардҳои Рустамова давоми 10 солаҳо чун баландтарин қуллаи фатҳкардаи як бонуи тоҷик дар соҳаи варзиш ёд мешавад. شبانه‌روز اخیر قرب روبل روسیه در برابر اسعار ملی سامانه کمی بالا رفته است. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسیه تا 112 سامان ارزش دارد. $100 آمریکایی باشد به 1086 سامان برابر است. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، مهلت جدا شده برای برنامه نوید به انجام رسید. منتظر نظر و پیشنهادهای جالب شما هستیم. خدا نگهدارتان.